سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو که در مورد تست فیلتر شکن است. خب یه فیلتر شکن تازه و کارآمد اومدم امروز نشون بدم واسه ای فوتبال پلیرها و بازی های دیگر. این نوع فیلتر شکن ها سرور داره، حتما سرور دنیاشو بذارید که همه سرورهای خوب و پینک پایین رو پیدا میکنه. این فیلتر شکن واسه شما هم میتونه وب گردی کنه و توی بازی ها هم خیلی خوب هستش. میبینید که الان دو آنتن پیدا کرد، زدم از اول پیدا کنه و ببینیم دوباره پیدا میکنه یا نه. دوستان حتما لایک، کامنت، سابسکرایب کنید که برسیم به 100 تا دونه سابسکرایب. 9 تا مونده تا برسیم به 100 تا دونه سابسکرایب. حتما ساب کنید. دوباره زدیم و دیدی که خیلی زود رفت توی پیدا کردن حریف آنلاین. دیدی که یک بار دیگه پیدا کرد. بریم که اسم فیلتر شکن رو نشون بدیم. خب اینم از این فیلتر شکنه که اینهاش. بریم توی فیلتر شکن. خب اینجا یه لحظه فیلتر شکن رو قطع کنم. یه کمی طول میکشه قطع کنه فیلتر شکن رو. اینجا کل سرورها رو، کشورها رو داره. ببینید آلمان، هلند، فرانسه، انگلیس، کانادا، کامرون همشونو داره. حتما روی کل دنیا بزنید که حرف های 3 آنتنه، 2 آنتنه، شاید هم 4 آنتنه رو پیدا کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.